هم خمس روزانک ای همین ماینی سر ای همین جاکو هم بالا تو اینمی منا همه سوزادا ای پارا خای اکو هیچی نشیده اکو همی خطا کی تنوب میکنی دیگه کسال میکنی میپرتوی یمی کام در جاگ چکسته بینی چکسته تاگا کی چشم دی اگر فینگال شده تموم برای همی قطار دکتر کار میکنی اوبا چی با خودش با خودش ساز میشه ازیق نشه مردک خیلی کوربوری خونه را که خیلی خطا میپرتوی تنوب میکنی یا برای کسال شدن میگیری خیلی قفای کوربوری خونه شویم خیلی خورما را میچینیم خورما را بچین خود توقع میچینیم نه خندو را بکفم علوی پلاوی را که خونو خنک شده گوشه یا مایده دا جونی غنیمت من راحت کنیم ولی با یگون آدمی کسلی خبرگیره خیلی آدمی کسلی خبر میگیرن همه رنگی تو آدم بیرحمه شوخی السلام علیکم سازه نازه خوبه ساز این دروازه هوایی تونک شده این قدر زدم هیچ کنه اومد گفتم ممکن ده همی خونه انده نفهمیده بیاد روی همشه هم اساسی انده جون بچه میشه خوبه این جوره مونده که جوه جورا تو نمیجا با پرش خشه پارت تا خواه چی گفت تینجه بخیر اینجا بدروی پرسه خشه بچه تینجه تو چو کدی سر روی خبران کده گیه السلام علیکم و علیکم سلام سوزی تینجی سلامت خدا رشک ناز راما این سر رو تو چو کدی خبران کده یه زنبور گزیده زنبور کزی؟ بیا شوخی لکه نخوا زنبور بگذم خبران کنم باور نمیکنی زنبور گزید میگم ده که بزار کدی گاو زدن به تونخم نه تما زنبور گزید گفته سام نخوا زنبور بگذم این خبران کنم او چی خالی زنبور بود تنه که قیمه کدی برادر همین زنبور نوشیش گفت میگذم که ینگا دمو زنبور همین لپوت کدی زدن کش با تاکیجو بود وای دایس اینمی خمیره اینمیه اینمیه آنمی طبیبی گفته کیم آنمیه مردک خیلی خوبه السلام علیکم طبیب السلام علیکم اکی طبیب سوزه تیجه نازه سلامتی و نازه چیکو و علیکم السلام سوزن تینجه شما نازه ناز رحمت چیکو کدیسه اکی طبیب چیکو کدیسی سیگارت کشیدم سیگاری آخی دستم شما هیچی ندارین کو سیگارت کشیده سر او دستم هیچی نیست چیه کشیده شما تمام شده شوخ بود یعنی طبیب اکی طبیب شوخ نه شوخ نه من رپتیسیا کردم که چیکو کردن امی روحکتیمو باید سیگارت کشیده پرتم دیگه سیگارت نکشم آنا دیدی میشیده فکر خوب میشیده خیلی من نوسا پرتفتم یامو پیشم خیلی حرکت کنه نوسا دیدی میشیده دندونات میچسبه اینا شما باز کردین اینا شما ناسکی باز کردین اکای دکتر اینه می مرده که ما باز کردن نمیتونه می دپش جوگاش بانکای نوسوف کناک موندگی یا شب هدا شدیم خستم برداشتم بانکا را هوش پوشم خرید بروا بعد یاوا یک دو هفته پارت افتاد دیگه با سلامتیش نقصی بو بعد یاوا یک دکتر هم که مهربون شید کی گوش کن اگر دل خواهد از چشم کور گفتم که میروا سلامت یکی شما گفتن که چی وای داره شما چی درد داره سری مقصد اکی طبیب من خودم تعریف کردم مردک بوری چند جو رفته من رفیق زنا گیجوی رفتیم تو چیم تعریف کردن که همین تو پلنگ طبیب همه دردو تبابت میکنن اکی خلاصه همین پوچو اکا میسوزه ایزون پویان فقط میسوزه ایشم میسوزه اکا با میخوره پوچو میخوره ای دسته پوچه جقیره کو دیونه شدم هر روز شوی درست پوچه ما بخور پوچه ما سم کو پوچه ما بخور پوچه وظیفه زنک همین گوش کن پوچه را میخوره و سم میکنه چیکو کنه مکا دیگه یگون جای دیگه نمیخوره اکا میخوره اکا درونی گوشو میخوره حالا با درونی بینی میخوره اکا شit نوکی زبون میخوره خیلی جورا خوریده نشوه شit فهمو پوچو میسوزه اکا میخوره چیکو کنیم نمیدونیم درونی او رفتیم اکا پوچو را موندیم درونی لوی رفتیم اکا ها پوچو را در لوی موندیم درونی تمامی چی رفتیم اکا همه پوچو را موندیم نشید اکا طبیب اکا طبیبی چیکاره کده سی تینجا سر قبیده سی سر فکر کردم فکر
با ما فکراره خیلی فکر کده خیلی کده مثلا فکر میکنم شما سر قپیده آخی من ماینی سر قپیده سا معنی سر وقتی که ماینی سر قپیده کو فکر کردن که چی باید ماینی سر کار میکنه و جوابشو میگه آه شیت فهمو یفته یعنی ما یافتم تو باید فقط راه بگردی یک هفته راه بگرد ها انا با ما زنگ بزن بگو که چی گپ شی وا ینگا رقم تلفنی مرا میدونه برای که چند بار تو کلینت آوردگی اینی آه ای اچید آه. خب دیگه هیچی نه یگان چی نه اکای طبیب اکا کمی ما و کرمین شما اکا هیچی نیست کو مورم ریپیتیسیا کده سیم اکا همه کیسوس کشیدم اکا بمیوم اکا یا چک دستونو سفید میکنم اکا ریپیتیسیا اکا ریپیتیسیا سلامت باشه اکای تو پلنگ دکتر با نصیب باشه پیش ما میایی من شما رو تلفن میکنم حتما قبول نغزمونه اکا قبول. یک هفته پس زنگ بزنیم زنگ بزن فهمیدی راه گشتنگی فقط یه هفته فقط راه گشتنگی فهمیدی خوب ماینش دید بچه در همین وقتی دست فروشی هم غم میکنی الو السلام علیکم اکای طبیب سوزی تینجی و علیکم رحمت شما سوزه نشناختم که شما ما امامو بچک امو دلشو یه هفته پیش قطعی اویلم رفتم پیشتون کو اکا برای پوچو میسوخ کم ها چیکار شدی گفتی راه بگر کو اکا این همه آزی در خد هندوستان رسیدم با چکا کنم زنک همه عمر آدمیزادا میگم در رو میگذشته یا این همه خیال میکنم که اون روزا توی ما بوده در نظرم که دیگر توی اومده خب عمر آدمیزاد در رو میگذشته هم خیال میکنم که می توی موندی نه بوده که ایرا بین اون آدمیزا طبیعی که نه اوجه بچه من سینف یک 7 ساله ای راست میگوی ای با بردش مکتب صدیرم بودم شا خچه دیوونه کده من مکتب نمیخونم من مکتب نمیرم گیریه انا مکتب با دو آورده گفتم بچه درسکو تا بخون تو 12 رو عبید جواب میشی میای خونه بعد خب کرد خیلی گفته باشش نه است ای ده در تخت خیلی کن تخته؟ نشنیزی کو کم ساعت به چنده؟ ساعت هم 12 شده ام سردی اومده گیو برا کن یه چی گیره که دستی بچه هم بیای جا؟ بیا خب کن من اجازه کتا چون من دروغ گفته چه دروغ گفته؟ او گفته که مکتب تو آمده